فرض کن در نقطه ای از جهان چیزی وجود داشته باشه که اونقدر قدرتمنده که حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه. جایی که فضا و زمان خودشون فرو میپاشن و قوانین فیزیکی که ما میشناسیم دیگه هیچ معنایی ندارن. به این پدیده میگن سیاهچاله. امروز قراره با هم وارد مرموزترین، خطرناکترین و در عین حال شگفت انگیزترین بخش کیهان بشیم، جایی که هیچ راه بازگشتی وجود نداره. سیاهچاله ها از دل مرگ ستاره ها متولد میشن. وقتی یک ستاره عظیم 10 برابر خورشید ما سوخت هسته‌ایش تموم میشه، نیروی گرانش خودش باعث فروپاشی اون میشه. هسته ستاره در خودش سقوط میکنه و در کسری از ثانیه چنان چگال میشه که هیچ چیز نمیتونه از گرانش اون فرار کنه. نتیجه یک سیاهچاله. اما فقط جرم مهم نیست، چگالیه که تعیین کننده است. مثلا اگه خورشید رو فشرده کنیم تا فقط به اندازه چند کیلومتر بشه، اون وقت خودش هم به سیاهچاله تبدیل میشه. در اطراف سیاهچاله مرزی وجود داره به نام افق رویداد. این همون نقطه‌ایه که اگه ازش عبور کنی دیگه هیچ راهی برای بازگشت وجود نداره. حتی نور، سریع‌ترین چیز در جهان، اونجا گیر میفته. از بیرون ما فقط میتونیم چیزهایی رو ببینیم که قبل از عبور از این مرز اتفاق میفتن، اما داخلش هیچ کس نمیدونه. فیزیکدان ها میگن اونجا یه تکینگی وجود داره، جایی که چگالی بی نهایت میشه و فضا و زمان خودشون از بین میرن. در اون نقطه تمام درک ما از واقعیت فرو میپاشه. اینجاست که علم با مرزهای خودش روبرو میشه. نسبیت عام انیشتین سیاهچاله ها رو به خوبی توضیح میده، اما وقتی وارد درون اونها میشیم مکانیک کوانتومی هم وارد بازی میشه و این دو نظریه با هم سازگار نیستن. بعضی فیزیکدان ها میگن شاید سیاهچاله ها دروازه‌ای به جهانهای دیگه باشن. برخی هم میگن اطلاعات هرگز از بین نمیرن و در سطح افق رویداد ذخیره میشن، ولی حقیقت هنوز کسی نمیدونه. سیاهچاله ها فقط پدیده‌های فیزیکی نیستن، اونها نماد مرزهای نادانسته ما هستن، جایی که علم متوقف میشه و راز شروع میشه. شاید درون هر سیاهچاله جهانی تازه منتظر تولده و شاید روزی خود ما بتونیم از اون طرف نگاه کنیم. اما تا اون روز سیاهچاله ها برای ما دروازه هایی به تاریکی باقی خواهند ماند. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن، چون تازه اول مسیرمون توی اعماق کیهانه.